کنی بگو پکس، در تلویزیون کدام خبر را پهن میکنیم؟ افسوس سردارم، این خبر برای فایده ما نیست. یعنی چی؟ برادر برهان عبدالقادر پیرانسال در مسجد سخنرانی نموده است. نه نماز به زبان کردی خوانده شد و نه نماز جمعه خونالود گردیده است. خدا سند این را ما اینقدر زحمت میکشیم، با یک عذاب نقشه ها میکشیم، یک پیرانسال نقشه ما را برباد میدهد. آخر این چه خیر کار است؟ قهرآلود مشو مینیکم، البته چاره هم دارد. مرا ببخشید محترم برانی بزرگ، در نزد شما قهرآلود شدنی من از روی آداب نیست، اما راست نمیگویم. اگر برای اینکه خاموش نشویم کار این نفر باید به اتمام رسد. نفری که نقشه ما را برباد میدهد جزایش را بیند. راست میگویی مینیکم. با بران ما میخورم. مرا ببخشید، در درون مجلس مخفی شده ایستاده است، در آمده نمیتوانید. تو خودت میدانی که من کی هستم؟ من برهان شفق. رفته به بران بزرگ بگو که خبرهای مهمی دارم، حتما میخوام که ببینم. انتظار شاید، من خبر میدهم. بدری کنی فکرت را بگو. این پیرانسال را چی کنیم؟ محترم برانم، عبدالقادر تحصیل کرده سالهای پیشین است، خوانده است، عالم است، شخص خوب است، مردم او را بسیار احترام میکنند. لیکن خب لیکن فکرهای از ضد ماست، بر ضد ما سخنها میراند، به مقابل سازمان فعالیت میکند. جوانانی که به صف سازمان جلب میشوند نصیحت میکند، به دست آنها میراند. به مقابل سازمان فعالیت میکند. جوانانی که به صف سازمان جلب میشوند نصیحت میکند، به دست آنها به جای سلاح قلم میدهد. برای همین به ما ضرر زیاد داده است. سردارم، آقای برهان شفق آمده است. زود اینجا بیارش. اطاعت. برهان شفق آمده است، یک گوشش بکنیم. برادری همین برهان شفق است. این را ببین. بران بزرگم، مرا ببخشید که بیخبر به اینجا آمدم. دری ما برای تو دایم کشاده است. ما مسئله منطقه را بحث داشتیم، بحث داریم که چگونه راهی حل مسئله را یابیم. همین خیلی نمینیم. در مسئله حل کمبودی های منطقه دستگیری آقای برهان زیاد است. سردارم، من یک برادر دارم، عبدالقادر شفق. تا به اینجا آمده است. چی بوده است؟ دولت او را گوش میکرده است. ادامه ده. سردارم، امشب برای رهبری کشور واخوری میکرده است با سروزیر. باورتون میآید؟ ببینید از آیان شورا و برادران ججکه خیلی آیسته حرکت میکنید، خوبتر حرکت میکنید. در نزد دولت نماینده یگانه خلق کرد نمیشوید. مینیکی من روزهای آخر تو عصبت را نظارت کرده نمیتوانی. یا به خود آمده آرام میشوی یا با اصول میتوانم تو را آرام بکنم. حالا نزدی من هستی، قهر و غضب و مسخرت را پنهان کن. خاموش شدم، خاموش میشم برانم. نزدیک 3 سال است که مقامات قدرتی و دادستانی جمهوری پرونده ارکنکاندو را دیده ایستاده ایم و نهایت به یک نقطه مهم نائل گشتیم. دادستانی تا امروز یک چند پرونده ارکنکاندو را آشکار نمود، از جمله شخصان ارکنکاندو با نام‌های نوانگوشت، پیساگار، پیکاس و همچنین حجره‌های ارکنکاندو با نام‌های سیلا، ستاره‌های بحری، قوه‌های سیاه و دیگر نقشه‌های مخفی آشکار گردیدند. بعضی حجره‌های خوابیده که از جانب سازمان تأسیس یافته است آشکار می‌گردند و تحت رهبری نو با نام بران نفران نو ارکنکاندو در جای نفران آشکار شده تعیین می‌گردند و نقشه‌های نو تحریزی می‌گردد. بله، معلومات هایی که در فعالیت یک جایگی به دست آمده است نشان می‌دهد که بران نه تنها در خود ترکیه بلکه در جهان شخصیتی را ایفاده می‌کند که خیلی مهم است. تا امروز فکر می‌کردم که پیساگار سردار سازمان در ترکیه است. بعد معلوم شد که باز شورای هفتگانه هم بوده است. باز از پیشمون برام برآمد.
شاید بران هم نفر یکم نبودنش ممکن. لیکن دقیق است که نفری مهمترین سازمان است. پرونده ای که بعد از نتیجه های بازپرسی ها آماده می گردد، پرونده ای می شود که تمام جزئیات ساختارهای ارکن کاندو را نقطه به نقطه ایفاده می کند. باید اینها را به دادگاه برآورده توانیم. آدم ها در کجای پنهان می شوند که پیدا کرده نمی شود. لیکن روزهای آخر بویشان برآمده ایستاده است. نزدیک می شویم. بله، نزدیک شده ایستاده ایم. از این رو ارکن کاندو برای به اعتبار کردن ما و شما وسایط اخبار عامه را به کار درآورده است. به نقشه جنگی، روانی شدید و پر از خونریزی روبرو خواهیم شد. در روبرویمان کیامینیک است که 50 سال اینجا فعالیت میکند که در هر یک رفتارش 50 حیله و نیرنگ است. با بران نام شخصی روبرو هستیم که سازمان را دستگیری میکند، اما این دشواری را پس سر میکنیم و در تالار سود نقطه خواهیم گذاشت انشاءالله. خدا خواهد. بگذار به خوبی انجام یابد. تمام می شود. خواطر نشو جوره جان. گوش کنید دوستان، شما را آگاه کرده بودم که 12 ایون روز بازی نهایی است. گفتم که بازی جوابی ندارد. کاری باید کنیم که این بازی نهایی را ببریم، اما به شما نظر میکنم گروهی می باشد که استعدادی بریدن بازی را ندارد. چی خیلی سردارم؟ در یک روشی در حال موازنت خود را از دست می دهید. علل خصوص تو، عقل فالای من، راهبری مخفی من، اگر بار دیگر چنین حرکت بکنی میبینی. خوش بدری، تو آقای وکیل را گرفته ببر، مانده شده است، عصبش خراب شده است، کمی استراحت بکند. در پیش 1 ماه بزرگ انتظار است. خوب شده سردارم. مینی که من دیگر حرکت های عاجلی مکن، بر عصبت حاکم شو، در همه وضعیت نقشه های مناسب آماده بکن. اطاعت برانی بزرگ. همین که حاضرا و راهبری بیمارخانه تعیین شد، همان روز رفته عصبم را میبینم. خیر بکس. عبدالقادر امشب با سروزیر واخوری نمی کند، همین خیلی نه؟ شما چه خیلی که امر دهید؟ با مخابرات ارتباط بکن، در کجا و کی با سروزیر واخوری می کند یا وان نمی خورد بفهم. اطاعت. معلوم می شود که سروزیر پیام را قبول نکرده است. این خیل باشد آتش بزرگتر می افروزیم، تمام دنیا ببیند. با افتخار گفته می توانم که برای آینده وطن و فرزندانمان به راه خیر وارد شده ایم. همه ما کوشش به آن میدیم که ملتمان را از این فشار نجات بدهیم و به ملت امکانیت خوبی فراهم بکنیم تا اینکه تقدیر خود را با دست خود تعیین نماید. اما آنها وسایط اخبار عامه را استفاده کرده استادند و تهمت به آن میکنند که گویا ما پرونده را به خاطر باز کرده ایم که وطن دوستان را حبس کرده استادیم. نجیب سردار، آنها میدانند که این انتخابات بازی نهایی آنها است. برای غالب آمدن همه گونه فتنه و فساد را روی صحنه می آورند. از این رو وقتی انتخابات دشواری ها پیش می آید. برای دست کشیدن به ما تهمت می کنند و بر دعوا بهانه ها می جویند و نسبت ما خبرهای بر دروغ پهن می کنند. آقای زکی، برای بهتر گذشتن انتخابات آن چیزی که از دست ما می آید تا آخر اجرا می کنیم. تشکر. اگر شما در این را جان فدایی نمی کردید تا به این سطح با آسانی نمی رسیدیم. این وطن از شما قرضدار است. برای نجات وطن از همه گونه بدی ها برای ما در یک جا ایستادن زیب نمی دهد. پس ما هم نباید در یک جا نشینیم. امر دهید آقای مسر. من و آقای زکی مختصر صحبت میکنیم. لیلا با آقای عبدالقادر را گرفته براه براید. اطاعت آقای مسر. بیا لیلا می رویم. فراموش نکنم در واخوری شام زیبا بپوشید. فراموش نکنید که صاحب خانه شخصیت والا است. برای شما سر و لباس سفارش دادم. با آن سر و لباس چقدر زیبا میشده باشم آقای مسر، دیگر علاجی ندارد. این خیل مگویی که در این مسئله به خودت ناحقی مکن. و تو هرچی میزیبد. خیر ما میرویم آقای مسر. با اجازت شما. آقای مسر ما چیکار کنیم؟
خوب میشد اگر شما با میمدوح امنیت بنده را تأمین می نمودید. اطاعت سردارم. همینطور بالا زند. برادر آخر یک کمی کار بکن. شبی دراز فقط بازی میکنی. خاموش، این خیلی مگو. تیرپرانی را مخته ایستادم. برای کار دستان. تشکر. لیکن تو اگه اگید خودم تنها بر مقابل 100 نفر جنگ کرده ایستادم. ببین برادر ریمبو در فیلم می شود. بیهوده وقتت را صرف نکن. کتاب بخون، یکون کاری دیگر بکن. اگه این همکاری مهم از تجربه می شود. شما نظریوی من تجربوی. خیلی برای همین تنبلیت متخصص نمیشوی. دائم تجربه دار میمونی. درست گفتی لیلا. شد. عاطف برادر سر و لباس تیار شد؟ بله اکا، در اتاقتان. من همین گلسوک بنده رو هیچ دوست نمیدارم و خیر میلش. من رفتم. فهمه اکا. پای بردی عاطف؟ چرا؟ بین اونها چی گپی شده ایستاده است؟ این حیاتی شخصی است اکا جان. با ما فرقی نداره. آن مسئله شخصی باشد اینجا استخباراتی مخصوص است. شد بسیار گپ نزن. حالا کار زیادی مانده است. اوف خیری اوف. شد اکنون. تو هیچ اصلاح نمیشوی. امشب آتش را کی در میگیراند؟ اگر اجازت بدهید این آتش را من شخصا خودم درگیرانم. چنان آتش بزرگ شود که درونمان گرم شود پیک از جانم. کیامینی یک چنان علنگه می شود که کشور می سوزد. همه خودش را می شناسد. تا ما نخواهیم کسی قدم نمی گذارد. صلح که آید ما می آریم. این را همه باید درک کند. نشان ده خودت را پیکس ببینیم تو را. در آخر امشب خوابی براحتی میکنیم. اطاعت سردارم. خیر چه خیل است؟ مثلی بان شده یکا. چه خیل بان خیره؟ 007 است کو. لیکن شما 010 شده اید. حتی من صفرها رو میگیرم. تنها رقمی 10 میشوید. به یگان مراسم میروی اکا با مخوری سروزیر. راستی خیلی هم زیبیده است. تشکر سلامت باش عاطف. برای ادای وظیفه برای گذراندن عملیات نه کار دیگر. وای چی شد؟ با اون طرف نگاه کنید. این هم بوند شده است، اما جیمز بوند. تعبیرهای امنیتی را گرفتید؟ در 2 محله نفران ما سردارم. بسیار خوب. بگید زنگ بزن. در کجایند؟ لبای نجیب سردار. در کجای دیگید؟ می آییم. فهمو احتیاط کنید. فهمو. تشکر سردارم. دخترم تو آیله داری؟ نه استاد، آیله دار نیستم. تو چی پسرم؟ من هم آیله دار نیستم استاد. با یک قنات پرواز کرده نمی شود. بیزنی بیکاری است. بیکاری معنای بی فکری و بی مسئولیتی، بی پروایی است. خدا را شکر کار و وظیفه دارید. آیله دار شوید آخر.
оиладоршавӣ бо паёмнависӣ намешавад. чӣ кор бикунам? худоё ба ман ҷасорат бидеҳ, роҳ нишон бидеҳ. илтиҷо мекунам. مرا ببخش دوستم، برای خودم ده. به حیثیات داده می شوم. قبلا به یک حمله 10 نفر رو می کشتم. حاضر نفری را بکشم چشمانم پر از اشک می شود. پیر شده ایستادم. هوا فارم است، بحر می درخشد، ما نورافشانی دارد. برای آدم کشی شب خوبی است. کنی بیا شیر بچم. خوب کجا شدن اینها؟ دیر کرده ایستاده ایم. خالد پیام را فرستاندی؟ خالد در کجایی؟ با این کس چی واقعی رخ داده است؟ مکان نوباداریش را ترک نمی کرد؟ خدای توبه. خالد برادرم خوب هستی؟ برادرم خالد 3450 مرکز به ما حمله کردند. در حال به بندر قندیلیاری تجلی فرستانید. زودتر. این بندر ماست. آقای مسئول، این سوی قصد است. من فکرم راست میگویی نجیب. زود گروه طلب کنید. 4250 مرکز زود به جای اطراف را نظارت کنید. پرنده پرواز نکند. به فکرم اینجا بودنی مرا درک کردند، اما من این کارم را حتما به اتمام میرسانم. دیگه در کجا ماند؟ با کار را به تاخیر گذاریم. آقای عبدالقادر را اینجا دور کنیم. صبر بکن، انا آمدند. بفرمایید استاد. مرحمت. بفرمایید. کنی برا مسافیدی دل گرفته، در اینجا بسیار اقامت کردی. اکنون تو را با آن جای روان میکنم که طلبگاری. زود، کمی زودتر باشیم. بخیر سردارم. هجوم کردند. یک نفرمان شهید شده است. آقای عبدالقادر، شما را در حال از اینجا باید براریم. آقای نجیب پسرم، ما کفنهایمان را پوشیده به راه برآمدیم. به نقطه آمدیم که راهی برگشت نیست. کسی ما را از راه برگردانده نمیتواند. پیشتر مثل عقاب چشم داشتم، پرنده را در هوا میپراندم. حاضر به کمک پرانده نمیتوانم. استفاده کردن لزر را کسی نبیند. بدتر از رقیبم سخنها میگویند بیکس لزر استفاده میکند. بعدا مجبور میشوم که آنها را هم بکشم. استاد همه به زمین خوب شود. یگید باز کارت را کردی. مثل چوجه پرنده ها پنج شدند. این کار مثل بازی کامپیوتری شد. احتیاط باشد، همه با دقت باشد، کسی حرکت نکند. احتیاط کنید.
احتیاط شد یگید. لیلا 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 بودی خواه شوید. احتیاط کنید میپرونن. از این طرف میپرونن. از این طرف. لیلا احتیاط کنید. لیلا با دقت باشد. با این طرف بچه‌ها با دقت باشد. سردارم از این طرف بپرونند. پنهان شوید. با این طرف گذارید. لیلا 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 از این طرف میپرونن. از کدام طرف میپرونند؟ آیا یگان کس میبیند؟ حمایت کنید. تو از سردار. همه طرف رو نظارت کنید. همه جا رو نگاه کنید. زودتر. تا این نابکاران نکشم از اینجا نمیروم. با دقت شوید. زودتر از اینجا میرویم. آقای مسعود برآمدن در کار. از این طرف بپرونم. احتیاط شد بچه‌ها. انا نشان گیرید. زودتر برای دوستان برای استاد در اینجا استید. در اینجا استید. از اینجا دور نشوید. یگید با تو میگویم از آنجا برو. یگید از آنجا برو. طاقت کن لیلا. تو را با بیمارخانه میبرم. طاقت کن لیلا. یگید با تو میگویم احتیاط شو. یگید با تو میگویم. ای نابکار با کجا رفتی؟ اگر عبدالقادر نباشه همه شیرکم یگید اینجاست. نمدو رفته و راست دستی آنها گیر. زودتر شو زودتر. یگید زودتر از آنجا برو. یگید در اینجا چیکار میکنی؟ آیا تو دیوانه شدی؟ لیلا را باید نجات دهیم. اول جانی خودت رو نجات ده. زودتر شو. دوستم او را باید زودتر به بیمارخانه ببریم. زودتر. نجیب در بالای بام است. خیب نزده او را دستگیر کنید. فهمه آقای مسعود. ممدو میرویم. ممدو زودتر شو میرویم. اومدم سردارم. لیلا چشمانت را گشاد. طاقت کن چشمانت را گشاد لیلا. تو را با بیمارخانه میبرم. طاقت کن کمی طاقت کن لیلا. روگر یگید ماشین آمد. در حال لیلا رو به بیمارخانه ببر. زودتر شو. یگید زودتر باش. زودتر گفتم. در حال او رو به بیمارخانه بره. زودتر. یگید زودتر باش. زودتر باش. در حال او رو به بیمارخانه بره. زودتر. زود باشد. ما نجیب را جستجو میکنیم. حالا وقتی گریختن شد.
سردارم او به کجا غیب زده باشد؟ نمیدانم. باید با دقت شویم. حاضر رکک در اینجا بود. سردارم انا در آنجاست. زود از پسش. ایگید با کجا می رویم؟ با بیمار خانه می رویم لیلا. با من چی شد؟ ایگید بدنم می سازد. تو زخمی شدی لیلا، لیکن صحت می شوی. نگران مباش لیلا. خوب کردم می خواهم. نه 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 خوب نکن لیلا، خوب نکن التماس. آیا با تو چیزی نشده است؟ فکری مرا نکن، با من چیزی نشده است. تو هم البته ناز میشوی. اکنون قرضی تو رو دادم ایگید. این کار رو تو هم برای من کرده بودی. عیناً این کار رو تو برای من هم کرده بودی. عیناً. در اینجا بودنت را میدانم. از پس من آمدند. لیلا بکار چیکار کنم؟
تو با من هرگز باور نکردی. حالا هم باور نمیکنی که تو رو دوست می‌دارم. حالا وقتی این سخن ها نیست لیلا. التماس میکنم دیگر از من شبهه نکن. قدر و قیمتی تو را ندانستم. در حقیقت به تو خیانت کرده بودم. لیلا، در این موضوع بعداً صحبت میکنم. حالا وقت میشود. باور ندارم. میخواهم که یک چیز رو بگویم که تا تو بدانی. چرا؟ تو را دوست می‌دارم. همیشه دوست می‌داشتم. اکنون باور کردی که تو را دوست می‌دارم. گپ زن. باور کردی. التماس گپ زن. بله باور کردم. زودتر باشید، زودتر. با مهمانخانه نرسیدیم. زودتر باشید. نزدیک شدیم. از اینجا هم گرفتی ها پیکاس. من در اینجا نجیب به یگان جا نرفتم. سلاحت را پرتا. مرا دستگیر هم کنی، از اینجا زنده نمیروی. جنابی مسر در اینجا میباشند. تو پرک تلفنت رو با من ده. مرا مسر دو. نجیب چیکار کردید؟ آیا پیکاس رو دستگیر کردید؟ اگر تو مرده روی من زنده هم نمانم راضیم. آها نجیب آیا عقلت را خورده ای؟ باید شما هم همیشه عقلتان را خورید. کمی ما خوریم هیچ گپ نیست. نجیب ممدو مرا میشنوید؟ سردارم خوب هستید؟ خوب هستم. ممدو پیکاس را یک طرف مان. در اینجا بمب است. بمب؟ در کجا سردارم؟ باید زودتر هر چی زودتر از اینجا برایم. نجیب ممدو مرا میشنوید؟ با دقت باشید سردارم.
به گمانم نجیب پاره پاره شد. کو ببینید این ترکش در کجا شد. در حال نظارت کنید زودتر. اطاعت سردارم. یگید من زنده نمیمونم. بدانم که میمیرم. این رو حس میکنم. تو رو همیشه دوست میداشتم. برای تو رو فریب کردم. التجا میکنم مرا ببخش. تو هم مرا ببخش. با تو همیشه مناسبتی بد میکردم. تو لایقی بدی نبودی لیلا. همیشه در فکرم تو بودی. همیشه تو را فکر میکردم. از خودم نفرت میکردم. آرام باش لیلا. التماس صبر کن. طاقت کن. آرام باش. التجا میکنم صبر کن. چرا خودت رو فدا کردی لیلا؟ خدایا تو لیلا رو نجات ده. زودتر باشید. زودتر برادران زودتر. اطاعت سردار. تو بیشتر برای زیستن سزاواری گید. تو برای این وطن شخصی لازمه می باشی. لیلا التجا میکنم. مرا ببخش برای رفتاری بدم. ببخش مرا. یکی تو یگان کاری بد نکرده که من ببخشم. تو از من غضب میکردی و برای غضب کردن حق بودی. تو را فریب کرده بودم. وقتی که قدر و قیمتی تو را فهمیده بودم اون وقت دیر شده بود. لیلا کاش که این خیلی نمیشد. بلکه آن وقت چرا خودمان رو به بیرون نپرتافتیم و بمب رو به بیرون پرتافتیم؟ سردارم این راه آسانتر بود. سردارم خوب هستید؟ نمیدانم. تو بگو. آقای مزر نجیب سردار و سرکمیسر ممدو صحت و سلامتند. فهمیدم. پیگاس با بینای مقابل گذاشت. به همه خبر ده. شاید دور نرفته او را دستگیر کرده توانیم. باوری ندارم ممدو. این گونه انسانها را در اول کار دستگیر کرده توانی خوب، اگر نه امکان ندارد. یاری دهد دکتر، یاری دهد. خواهش میکنم یاری دهد. لیلا طاقت کن و به خانه رسیدیم. تو را نجات میدهیم. فهمیدی؟ نمیدونم یکن. خودم رو خوب حس نمیکنم. لیلا طاقت کن. هر چیزی خلق رو با اتاق جراحی دارم. لیلا طاقت کن. لیلا خودت رو با دست گیر. آیسته. مرا تنها نگذاری کت. من با تو هستم. آسوده باش لیلا. دیگه تست. دیگه التجا میکنم. گوش کن. حالا تو را به جراحی میبرند. بعدی 2-3 ساعت همش خوب میشود. باوری ندارم میکت. صحت میشوی. نگران مباش لیلا. خودت رو خسته نکن. حقت رو حلال کن. این طور نگوی لیلا. تو رو همیشه. فهمیدم. خودت رو خسته نکن. آخر حالش بد میشود. زودتر یگون کاری کنید آخر. یاری دهید. التجا میکنم. زودتر آقای دکتر یگون کاری کنید آخر. زودتر باشید. بیمار رو از دست میدهیم. نبض دلش پست است. لیلا التجا میکنم. طاقت کن. زودتر باشید. زودتر. آقای دکتر التماس او را نجات دهید. التجا میکنم. نگران نباشید. هر چیزی که از دستمون آید میکنیم. من سبب شدم که او زخمی شد و به اینجا افتاد. آقای دکتر به خاطر من به این حال گرفتار شد. التجا میکنم او را نجات دهید. آقای دکتر گوش کنید. در اینجا ایستاده دعا کنید. انشالله نجاتش میدهیم. تو چرا این کارو کردی لیلا؟ چرا خودت رو به دم تیر انداختی؟ چرا؟ جورا جون چی خیلی؟ لیلا چی خیلی شد؟ فهمه نباشد ما هم میاییم. تا بازدید. سلامتی چی خیلی است؟ در جراحی می باشد. گفت که احوالش اونقدر خوب نیست.
خدا مددگارش باشد. آمین آمین. خدا از همه شما راضی باشد. برای من شده حیاتتان را زیر خطر ماندید. استاد تنها برای شما نه، برای وطنمان نیست. تا وقتی که شما برای این ملت کمر همت بسته خدمت میکنید نامبردار ملت میباشید. استاد آقای مظهر، سلامتی لیلا آنقدر خوب نبوده است، در حال به بیمارخانه رفتن ما لازم. گوش میکنم آقای سروزیر. آقای مظهر، خبرهای بد به گوشم رسید. امیدوارم که یگان کس ضرر ندیده است. متاسفانه یک نفر زخم برداشت است آقای سروزیر. حالا او در اتاق جراحی است. دعا کنید انشالله شفا مییابد. انشالله آقای مظهر. اگر خواهید این واخوری را به تأخیر گذاریم، شاید حالا وقت نداشته باشد. دری من همیشه برای شما گشاده است. اگر اجازه دهید از استاد عبدالقادر هم پرسان شوم. سروزیر میگوید که اگر خواهید واخوری را به تأخیر گذاریم چیکار کنیم؟ اگر مرا پرسی در کارهای خیر شتاب کردن خوب است مظهر. از این آبکاران ترس ندارم. بازگمان نکنند که از ما ترسیدند و به قفا برگشتند. نیتمان را ویران نکنیم. میدانستم که این سخنها را میگویی. محترم سروزیر، ما آماده ایم. اگر شما وقت داشته باشید ما میآییم. شخصا خودی استاد آمدن میخواهند که همه ظالمان شاهد شوند که ما ترسی نداریم. بمانده. محترم سروزیر، من عبدالقادر شفق میباشم. گوش دارم استاد. حال شما چه خیل؟ شکر خداوند، حادثه ناخوشی را پسی سر کردیم. آقای سروزیر، یک دختر برای من شده حیات خودش را زیر خطر ماند. اگر ما کار را به تأخیر مانیم جان فدایی آن دختر برباد میخورد. آنها فکر میکنند که ما ترسیده ایم. خواهش میکنم واخور را به تأخیر نمانیم. خطا نفهمید. نیت من این خیل نبود. من فکر شما را کرده این گونه سخن کردم. نوری دیده تاج سر. این طور باشد ما میآییم. باسد جان دین، من انتظاری شما. آقای سروزیر، التماس شما نیز با دقت شوید. آنها میدانند که ما نزد شما میرویم. استاد، شما فکری مرا نکنید. امیدوارم که به حرمت دعای نیک شما خداوند مرا محافظت میکند. ما را انتظار است. نباشه در حال براه میبراییم. نجیب، تو همراه من بیا. ممدوح، تو باش به بیمارخانه به نزد یگیت رو. ایتو سردارم. اگر یگان حادثه شد به ما خبر ده ممدوح. نگران نباشید سردارم. خدا مددگارتون بود. مرحمت. رفتیم. شما مرا با کجا میبرید؟ دمت را گیر و راه گرد. خیر است این کیست؟ سرکمیسر، این شخص را از درون ماشین دستگیر کردیم. نیتی گریختن کرد. با گمانم که با پیکاس علاقمندی دارد. احتمال راننده او میباشد. او را به مرکز بریم. نه در اینجا ایستد. من با او سر و کار میگیرم. کنی همراهی من بیا. عجب، پیکاس چی کار کرده باشد؟ از عبدالقادر گفتنی شخصیت باید خلاص شوی. نقشه داریم که یگان نماینده ججکا را همچون تسلیمگری کورتها نشان داده مردم را بترسانیم و این آدم به کارهای ما خلل نرساند. راست میگویی. وقتی که او را نابود کردیم سروزیر زیر هدف میماند. هر دویشان شخصانی مهمند. به این نام نظر کنید عبدالقادر. از این گونه نامهای دهاتی نفرت دارم. پیکاس یک خبری خوش دید تا اینکه حالمان خوش شود. پیکاس نه تنها یک خبر بلکه باید یک چند خبر دهد مینیکم. یعنی چی خیل؟ یگان خبری نو هست؟ بطاقت نشو مینیکم. صبر کن خودش میفهماند. جنابی بران، آیا یگان نقشه را از من مخفی کردید؟ التجا میکنم مرا از حلقه خود بیرون نکنید. انتظار شو که گفتند، پس انتظار شو. خوش آمدید پیکاس. خوش باشید جناب. خبرها چه خیل؟ جناب نقشه ها مثل خواسته اما نشد. عبدالقادر
نمرد، لیکن احتمال است که لیلا میمیرد. بسیار خوب، جاسوسی درویه، خوب شده است. لیلا برای ما هدف آسان بود. مانع شدن کار سروزیر به آنها آگهی خوب شد. اگر حقیقت کار را درک کرده باشند هرگیز واخوری نمی کنند. باید ترس و وهم او را غلبه کرده باشند. برای پنهان شدن چنان سوراخی پیدا میکنم که دیگر از آنجا سرش را برآوردن نمیتواند. به هر حال تو کاری خوب کردی پیکس. این را بینید، برای پیشواز گرفتن ما تا به اینجا آمده است. دولتی که تا به این روز ما را خوار و ذلیل یا اینکه هجم شمارید، حالا باشد برای پیشواز ما خودشان می آیند. آقای مظهر، این را دیدم، انشاءالله که آینده وطن آباد می شود. خوش آمدید آقای مظهر. سلام علیکم جناب. شناس شوید، استاد عبدالقادر. ممنونم. بسیار خوشحال شدم آقای سروزیر. نجیب سردار یکی از بهترین پلیس های وطن دوستدار این دولت می باشند. سلام جناب. با او شناس هستیم. قریب بود که یک مرتبه ما را تنها گذاشته از کار می رفت. او را مجبور کرده بودیم. آیا شخصی هست که نجیب سردار را نداند و نشناسد؟ شرمنده هم نکنید جناب. کنی مرحمت کنید، در اینجا نیستید. جورا جان، چی شد؟ کارها چی خیل؟ جراحی ادامه دارد. حالا نبر آمدند. انشاءالله که نجات می‌یابد. تا جراحی سلامتیش بسیار وزنی بود دوستم. چرا این کار را کرد؟ چرا؟ آخر چرا؟ برای تو شده خودش را فدا کرد. چرا این کار را کرد؟ کاش که من به جای او می بودم. این خیل نگو جورا جان. اگر من هم می بودم این عمل رو اجرا می کردم، تو هم می بودی همین کار را می کردی. دیگر طاقت و تحمل عذاب وجدان کشیدن را ندارم دوستم. جورا جان، رو افتاده نشو. آیا تو همیشه نمی گفتی که این دنیا فانی است، کسی از دنیا سیر نکرده است؟ چون سخن میکنی که گویا لیلا مرده باشد. مرحمت، شنید. از کارمند زخم برداشته خبری هست؟ خبری تازه نیست. ما هم منتظر خبر می باشیم. متاسفانه چه ارکن کاندو و چه گروه تروریستان سالهای دراز شد که به سر دولت بلای بزرگی آوردند. 30 سال شد که در چنین زد و خوردها نفران زیاد حیات خود را از دست دادند. از قفای هر یک شهید ناله و فغانها شنیده می شود. جگری ما را پاره پاره کردند. متاسفانه چنین کارها تا امروز دوام دارند. امیدوارم که دیگر این خیل نمی شود. آقای سروزیر، حتی به شما 6 مرتبه نقشه سوی قصد تشکیل کردند. بله، یک مرتبه در توی دخترم بود. با کوشش و غیرت امنیت و استخبارات پیش راه این کار را گرفتند. عاید این مسئله ها چقدری که به شما تشکر گویم کم است. آقای سروزیر، در منطقه ما نیز احوال مردم بد است. جوانان را مجبوری به کوهستان برای مردن میبرند. کردها را نیز در ترکیه مشقت میدهند. تمام مردم را عذاب میدهند. آقای سروزیر، بعد این کار این که حالا شما را زیر هدف قرار دادند، ما از این بسیار میترسیم. عاید این مسئله هر روز خبرهای زیاد میشنویم. آقای مظهر، به خدا قسم که خداوند هر چیزی که از دلم میگذراند آن را میداند. اگر از مرگ ترسیم هرگز به هدف نمیرسیم. لیکن همه ما آشکار میبینیم که دولتمان در یک مرحله مهمی قرار گرفته است. یا ما جدی سعی و کوشش کرده این طایفه را نیست میکنیم،
یا اینکه خدا پناه دارد تماشابین میشویم که آنها چگونه این سرزمین بهشتی را در یک مدتی کوتاه به خاک یکسان میکنند. من نمیخواهم که مثل شخصی در اندلس که نصیحت مادرش را شنیده بود شوم. برای همین اجل را از خدا دانسته تمام امکانات های در زیر دستم بوده را استفاده میکنم. ضد شخصانی که با راه غیر قانونی به دولت در آمده حال مردم را خراب میکنند مجادله کردن میخواهم. وقتی که اجل آمد نه احمد را گوش میکند و نه محمد را، نه چوپان را گوش میکند و نه سروزیر را. در برابر اجل سرخم میکنیم. خداوند تمام شهیدان ما را رحمت کند. آمین. 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 دکتر حال لیلا چطور است؟ متاسفانه بیمار را از دست دادیم. تیر جگری او را پاره کرده است. وقتی که اومدید خیلی دیر شده بود، خونی زیاد رفته بود. هر چیزی که از دستمون اومد کردیم لیکن نشد. خداوند صبر جمیل عطا کند. تو چه ها میگویی؟ چه خیل نشد؟ چه خیل را نجات ندادید؟ ای ممدو این آدم چی میگوید؟ چه ها میگوید؟ چه خیل میمرده است؟ یگی تو چه ها میگویی؟ چیزی که از دستشون اومد کردن عمرش تا همین روز بوده است. منم خیلی غمگین شدم. خدا رحمتش کند. جورا جون آرام شو. گوش کن آخر هر چیزی که از دستشون اومد کردند. بس کن جورا، بیا اینجا شین. خدایا تو خودت من را سرشته کن. خدایا آرام شو یگید. در تقدیرش هم این بوده است، دیگر چاره ای نیست. به خاطر من خودش را قربان کرد، بدم تیر انداخت. میمان تا من میمردم. خدایا صبر تا کن یا رب. این چگونه امتحان است؟ خدایا چگونه امتحان؟ برادر پناهت گیر خدایا. شهید شد. انشاءالله که نوبت ماست. گورش پر نور باد. آمین. برادران راه انتخاب کرده ما بسیار هم راه مشکل می باشد. چندین نفر شهید خواهد شد، چندین نفر دیگر را شاید از دست دهیم، لیکن نباید روح افتاده شویم. ما نیز مثل شما هم فکر می باشیم. نقشه های نیک و فرصت های در پیش بوده این دولت به همه ما روح می بخشد. جناب سروزیر، اول انتخابات را پس سر کنیم، سپس یک سرقانونی جدید را تشکیل کنیم. بعدا این وطن آهسته آهسته از دام آنها خلاص می شود انشالله. الله این گونه فرصت را به شما داده است. در نعمتهای زاده شده شکر کنی افزون می شود. حق رعیت را که دادی شهرت زیاد می شود. انشالله استاد، شما دعا کنید. چنانه که می دانید به سر انسان هر گونه حادثه آمدنش ممکن است. نفرانی زیاد می خواهند که پای ما لغزش یابد. با دعای شما انشالله پایمان نلغزیده و تابع نفسمان نشده وظیفه امان را اجرا می کنیم. خداوند مددگار همه ما باشد. نباشد در مقابل اینقدر فتنه قوه ما کافی نیست. یک دقیقه. اوه لیلا، تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ من در حقیقت تو رو دوست می داشتم. دروغ میگی. تو رو فریب کردم، راست میگویی. لیکن انسان به امکان دویم حق دارد. آیا تو یگان مراتب به خطا نکرده ای؟ کرده ای؟ پس چی شد؟ پس عذر خواستی، من هم از تو عذر میخواهم. لیکن من نمیبخشم. فهمیدی؟ نمیبخشم. آیا نمیفهمی که پشیمان شدم؟ به من چی؟ التجا میکنم یک امکان دیگر به من ده. خودم را اصلاح میکنم. در من همه چیز هست بغیر از رحم و دلسوزی. تا مردنم تو را دوست خواهم داشت. من باشم نفرت خواهم داشت. اجازه دهید.
یگیت با کجا می روی؟ بیایید سبب جمع شدنمان را بررسی کنیم. چطوری که میدانید نقشه نیک برای خلق کرد را آغاز کردیم که نامش اقدام نیک برای کردها می باشد. برای نابود کردن این نقشه همان تمامی کار را روا دیدند. گفتند که این نام موافق نیست. پس ما با آنها گفتیم که نامش اقدام نیک دموکراتی شود. باز اعتراض کردند. گفتیم که نقشه وحدت ملی و برابری شود. باز اعتراض کردند. مقصدشان انگور خوردن نه، باغبان را لتو کوب کردن است. درست قید کردید آقای مسهر. این دفعه پیشنهاد کردیم که تروریستانی در کوهستان بوده را عفو عمومی کنیم. در حال قوه‌های مخفی پیدا شده تمامی عملهای بد را علیه مردم شرق روا دیدند. سپس گشته به ما گفتند که تروریستانی در کوهستان بوده را خوب استقبال کردید. و ضمن همه این حادثه ها باید کار را ادامه دهیم. ادامه میدهیم. سال 1991 وقتی که ترگوت آزل از شبکه‌های تلویزیون درخواست کرد که 1 ساعت برنامه‌های به زبان کردی پخش شود، او را خائن دولت گفتند. اما امروز شبکه‌های دولتی موجود است که 24 ساعت پخش کردی میکند. تا وقتی که جان در تن داریم با دشمنان دولت مبارزه میبریم. به هر حال نباید راه افتاده شویم. قوه‌های مخفی همیشه در فعالیت میباشند، لیکن شخصان وطن دوست نیز مثل آنها فعال و هوشیار باید باشند. نجیب چی شد؟ بخیر است؟ نپرسید آقای سربازیر. مگر لیلا؟ متاسفانه مرد. از خدا آمده ایم و بازگشتمان به سوی خداست. خدا رحمت کند. کی مرده است؟ یکی از رفیقان ما در سوی قصد علیه آقای عبدالقادر زخم برداشته بود. آن دختر برای من شده در آنجا بود آقای سروزیر. خداوند گورش را پرنور کند. آباد کردن این دولت در گردن ما و شهیدان این سرزمین قرض می باشد آقای مسهر. البته آقای سربازیر. صبری جمیل. و هنوز جوان بود جناب. مرگ شهیدان البته مرا جگرخون می کند. چندین جوانان به بلای تروریستان گرفتار شدند. اگر لازم شود جان خود را می دهم، لیکن نمی گذارم که خونی آنها ریخته شود. نمی گذارم.